درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 22 ینور. وکیلان پارلمان تاجیکستان طرح اصلاحات به کنستیتوسیا و یا قانون اساسی را پذیرفتند که بر اساس آن سن داوطلبان نامزد به مقام رئیس جمهور از 35 تا به 30 سال پایین آورده می شود. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان روز 22 ینور در جلسه پارلمان گفت پیشنهاد برای اصلاح کنستیتوسیا یک دیلانه قبول شد. نامزد باید تنها شهروندی جمهوری تاجیکستان را داشته، سن او از 30 کم نباشد و دارای تحصیلات عالی باشد. عیناً چنین طلبات مطابق قسم‌های 34 و 36 لایحه نسبت سودیه‌های سود عالی اقتصادی و سود کنستیتوسیونی نیز پیش‌بینی می‌گردد. طرح اصلاح قانون اساسی را گروه از وکیلان مردمی چند پیش معرفی کردند و با گفته کارشناسان هدف اصلی تغییرات هموار کردن راه فرزند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای رسیدن به مقام پرزیدنت است. در صورت اصلاح قانون اساسی رستم امام علی پسری رئیس جمهوری تاجیکستان حق پیدا می‌کند در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 شرکت کند. مقامات تاجیکستان گفتند زمین لرزه‌های به تکرار به خصوص در ماه دکبر هیچ گونه ضرر به کل عظیم سرز نرسانیدند و خطر رخنه شدن این آب انبار عظیم زیاد نشده است. خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 22 ینور در نشست خبری در دوشنبه گفت وضع کل سرز همیشه زیر نظارت است چون هر گونه زمین لرزه سخت می‌تواند سبب فلاکت مدهش در تمام آسیای مرکزی شود. و یگان خیلی ضرری کلان دیدگی نیست، ضرری میده هم دیدگی نیست. اونجا یک چیز که وقتی که زمین لرزه شد کوهی که در باز سنگریزها درون آب میریزند و این چیزی آب زیاد میشه، حجم آب زیاد میشه، استکان بگیر سنگ اپات آب بالا میره و حجم زیاد شد. بعضی جورش با خاک خون که رفت آب برآمد. فیلترم بین دیم روز سطح آب کم شدن گیره برای که وای همون چقدری که آب هست فیلترات شده برآمده رفتن میگیره. روز 7 دکبر زمین لرزه قوی تا 6 درجه ولایت بدخشان از جمله کل سرز را تکان داد و بعضی از ساکنان دره برتنگ از ترس رخنه‌شوی کل شب را در بیرون سپری کردند. متخصصان میگویند کل سرز با 14 میلیارد متر مکعب آب در صورت رخنه شدن مناطق بزرگی را در آسیای مرکزی زیر آب میکند. وزارت فرهنگ تاجیکستان اصلاحاتی را به قانون درباره مطبوعات پیشنهاد کرده است که به مقامات انتظامی صلاحیت می‌دهد فعالیت روزنامه یا تلویزیون را قطع کنند. در طرح سند مذکور که روز 22 ینور به دست رادیو آزادی رسید آمده است دادستان‌ها حق دارند به رسانه‌ها در تاجیکستان آگاهی بدهند و در صورت رعایت نشدن امرشان کار یگان رسانه را قطع کنند. در قانون مطبوعات تاجیکستان که دفعه آخر ماه مارس سال 2013 اصلاح شده است ترتیب قطعی فعالیت رسانه‌ها وجود نداشت و مقامات حق داشتند تنها در شرایط حالت‌های فوق‌العاده فعالیت رسانه‌ها را قطع کنند. حامیان آزادی مطبوعات این پیشنهاد را یک اقدام دیگر برای محدود کردن آزادی بیان در تاجیکستان نامیدند. فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگویند اوضاع ناامن در ناحیه‌های مرزی افغانستان ضرورت تأسیس گروه‌های مخصوص کشف و یا رزویدکا در مرز کشور را به میان آورده است. رجب علی رحمان علی سردار ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 22 ینور در نشست مجلس نمایندگان در این باره خبر داد و گفت هدف از تأسیس این گروه‌های کشف مقابله با خطر و تهدیدهای افزاینده از افغانستان است. از این رو ما پیشنهاد کردیم ساختاری نوی قشنهای سرحدی و ایدی مستحکم کردن سرحد دولتی وابسته به این تأسیس دادیم گروه های رزویدکاری مخصوص و ایدی باز هم مستحکم کردن خط سرحد. ماه سپتامبر سال گذشته طالبان شهر کندوز هممرز با تاجیکستان را برای مدت کوتاه اشغال کردند و بنا به گزارش‌ها جنگجویان طالب و دیگر گروه‌های تندروی متشکل از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در ولایت بدخشان افغانستان پناه بردند. و در افغانستان پس از سالهای طولانی نخستین بار نمایش مود زنانه برگزار شد که پدیده نادر در جامعه محافظه‌کاری افغانستان به حساب می‌رود.
در نمایش که در شهر کابل صورت گرفت 20 دختر لباسهای سنتی زنانه از مناطق گوناگون افغانستان را به نمایش گذاشتند. بعضی از دختران از ترس تهدید و حمله طالبان در نمایش شرکت نکردند، چون بر اساس فرمانده طالبان دختران حتی حق تحصیل هم ندارند. و گزارش کامل در این باره در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.